فراهم می‌گردد. اولا ما با شناسایی دسته استراوشن شهری استراوشن می‌پردازیم. دروازه‌بان قربانعلی بابایف رقم 88، بختیار قلندرов رقم 4، منوچهر احمدов رقم 62، حسین نورمتов رقم 19. بازیگزاری کبودپوش‌ها اندکی بهتر است. صاحبان میدان مبارزه را باز هم خوب ادامه داده ایستادند. سلامزاده محمد یک حرکت باز هم امکان پذیر است در این جریان، یگان اشتباهی نیست. خیلی هم یک جد و جهد امیرجان سفرов را دیدیم. اسلامov که یک کوشش کرد. عزیز بیگ و دیگر بار فرصت خیلی مساعد امکانیتی. توپ را از اوت به بازی در آورد امیرجان سفرov در مقابل یک نفر دوم رو. چگونه فرصت یک پرتافت گل‌آور هم به رقیبش انجام داد. بعدا خود هم در حالت خوب بود. بختیار چاریف ضربه و نهایت هم اینجا جعفر اسماعیلov حالت نابازی باز هم با نظر گرفته می شود. توپ را به جهانگیر، اما بختیار چاریف در اینجا توپ را اداره کردن است. سعید مختار سعید مختار بسیار ضربه قوی زد از فاصله دور. همین ضربه را قبلا هم زده بود، با همین طرز، با همین شکل، همین فاصله. روشن صادیرov اولا ضربه او را برگردانیده بود. 6 نفر بازیگری کوکتوش الکی وارد جریمه‌گاه دسته رقیبند. عبدالرحمانov کاپیتان دسته باز هم بر رسول، نه خود به سوی پیش و مامورجانov. برگشتیم مامورجانov باز هم با قفا در آن نقطه‌ای که منوچهر احمدov قرار داشت و همینطور صدای هشتک داور. دوستان عزیز، اکنون ما با قسم دومی بازی دسته های کوکتوش و استراوشن توجه میکنیم. که ما مشاهده میکنیم حرکت های فوتبالبازان دسته میزبان خیلی خوبتر به نظر میرسد. خولبایف در این موقع اکنون امیرجان سفرov یا کسی دیگر بختیار قلندرov این حالت رو برطرف کرد. اسماعیلov، بله اسماعیلov به سوی پیش آماده نبود. بسیار هم فرصت امکان پذیر است. لحظه با کی؟ انا همین لحظه جالبترین فرصت بود. استراوشن برطرف گردید. صاحبان میدان حالت استانداردی را به میان آوردند. امیرجان سفرov سلامزاده است. دنیا براتون در این موقع سلامزاده در این جریان هم یک کوشش دیگری که به سوی پیش. محمدین عادلov از این منطقه سرعت افزایی، چون در این روند هم لازم است. اگر بلال سلیمانov اینجا ضربه میزد، مامورجانov عاطبه کریمov با دروازه‌بان یک به یک میبراید در فرصت خیلی مناسب. عاطبه کریمov این کار را سامان دادن نتوانست. با همین ترتیب رقابت دسته ها در دور 1/8 نهایی مسابقه عنعنوی جام تاجیکستان انجام یافت.